در شهر کولاب سرور دولت محترم امامعلی رحمان با نشان احترام و قدرشناسی به گذشتگان آرامگاه عالم و متفکر مشرق زمین میر سید علی حمدانی را زیارت نموده با قرائت آیات‌ها از قرآن مجید بهر پایداری ثبات و آرامی تاجیکستان صاحب استقلال، آسودگی مردم کشور و پیشرفت و شکوفایی وطن دعا و فاتحه نیک کردند. مقبره و حدود آرامگاه این شخصیت تاریخی ملت تاجیک در دوران صاحب استقلالی پررنگ تجدید و نوسازی گردیده به یک مکان آباد و زیبا تبدیل داده شد که همه روزه صدها نفر سیاحان داخلی و خارجی برای زیارت و بازدید به این مکان تشریف می‌آورند. میر سید علی حمدانی شخصیت شناخته عالم علم و معرفت بوده. محض اعتراف مرتبه برادری و برابری آدمان، احسان و مروت، نقش علم و معارف و معرفت اهالی، ترغیب صلح و آرامی، فرهنگ صلح و تحملگرایی او را مشهور جهان کرد و امروز در کشورهای گوناگون عالم پیروان و اعتقادمندانی زیاد دارد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به رهبریت شهر و مسئولین آثارخانه میراث ادبی و آثار خطی به نام میر سید علی حمدانی جهتی باز هم آباد و زیبا گردانیدن حدود این مکان تاریخی و در سطح بلند استقبال گرفتن مهمانان داخلی و خارجی دستور و هدایت‌های مشخص دادند.